که رامبو جان میدونی اردیبهشت شیراز زیباترین جای دنیا میشه، اینو قبول داری؟ واقعا آره دارم میترکونم رامبو. الو بنام چطوری؟ تمام توریستا رو آره داری میگردونی تو شیراز؟ کره ها رو بردی سعدیه؟ باشه ها کره ای خوب نیست؟ نگران نباش، خودم کره ای مسلط، تلفن بذار رو اسپیکر، باش کره ای های عزیز، این غزل از سعدی رو تقدیم میکنم به شما. آره سعدیا سوسیادو سونوز وای نمیرد هرگز، سعدیا سوسیادو سونوز وای هرگز مرده آن است سوسیادو سونوز به نکویی نبرند. جان بنام این سعدیه که تموم شد سری بچه های ببر ایستگاه 4 زرهی کاشی زنی. خب یه درخت توت هست اونجا، نفری 150 یورو بگیر بذار برن بالای درخت توت بچینن، فقط آقای توتونچی نیادا صاحب درخت است، تا اومد سری کره ها رو فرار بده. آره قربانت توت بگدونی یورو بگی بزنی البتی قربانت بوس خدافظ. رامبو جان قربونت برم، ما اینجا کاتالوگمون هم هست، اگه خودت هم خواستی از برنامه گردشگری استفاده کنی بیا ثبت نام کن. بیو جالبه، رو کاغذ خندوانه هم زده. دیگه حالا گفتم مثلا رفتینگ. آره رفتینگ 100 یورو. بله برگشتینگ 250 یورو. بله این رفتینگش رفتینگ این قایق سواری رو آبهای خروشان اینا رو میگن رفتینگ، نه منظور رفتنه. تو شیراز کجا میخوان بیان قایق سواری رو آبهای خروشان؟ بعد برگشتینگ آره یعنی سوار تاکسی میکنم 100 یورو میگیرم، برای برگشتش چون خستن 250 یورو میگیرم، برای توقفینگ هم هیچی نمیگیرم، اون مجانیه. توقفینگ هم داری که اون رایگان. آره هیچی نمیخوام.